امروز اومدیم تا 14 تا از تعیین‌های جام جهانی 2026 رو با هم بررسی کنیم. از موثرترین نیمکت و دیرترین گل گرفته تا بالاترین XG و متفاوت‌ترین اتفاق جام. تعیین اول با دیرترین گل پیروزی بخش جام شروع می‌کنیم که گل مارتینلی در دقیقه 95 مقابل ژاپن بود که باعث صعود اونها به مرحله بعد شد. اما دیرترین گل جام، گل کانایهان ترک در دقیقه 98 مقابل آمریکا که باعث پیروزی 3-2 اونها شد. در سریع‌ترین گل باز هم اسم ترکیه هست، اما اونها این گل رو در ثانیه 64 بازی مقابل پاراگوئه از ماتیاس گلارزا دریافت کردند. بریم سراغ کم ارزش‌ترین بازیکن جام که در سایت‌های رسمی نقل و انتقالاتی تگ 25000 یورویی روی اون زدن. این عنوان متعلق به بوداک گلر کوراسائوه. بیشترین کلین شیت جام متعلق به تیم ملی اسپانیا با 7 کلین شیته. اونا موفق شدن رکوردی تاریخی در این جام ثبت کنند. تاثیرگذارترین نیمکت جامو بلژیکی‌ها یدک می‌کشن با آمار تاثیرگذاری 5 گل و 4 پاس گل از تعویضاشون. پرگل‌ترین بازی این تورنمنت مسابقه رده‌بندی بین فرانسه و انگلیس بود که در اون 10 گل رد و بدل شد. بیشترین دریبل موفق تورنمنت هم متعلق به لیونل مسی با 24 دریبل موفقه. بالاترین XG تورنمنت هم با عدد نزدیک 14 متعلق به تیم ملی فرانسه است که با اون خط آتشین دور از ذهن نیست. جوان‌ترین بازیکن جام هم هافبک تهاجمی و استعداد مکزیکی گیلبرتو موراتا بود که هنوز به 18 سالگی نرسیده. سریع‌ترین شوت این جام در بازی سنگال و عراق توسط پاپگی با سرعت بیشتر 131 کیلومتر بر ساعت ثبت شده. اون موفق شد گل دوم خودش رو در این بازی با این شوت به ثمر برسونه. بیشترین رشد فالوور در اینستاگرام متعلق به ووزینیا، گلر 40 ساله کیپرده. اون قبل از شروع جام نزدیک به 50000 فالوور داشت و پس از درخشش‌های تاریخیش در این تورنمنت دنبال کننده‌های اون به بیش از 29 میلیون نفر رسیده. دورترین گل جام هم متعلق به یک کیپردیه. گلی که کوین پینا در بازی مقابل اروگوئه به ثمر رسوند از فاصله بیشتر از 31 متر زده شد. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با لایک و سابسکرایبتون از همون حمایت کنید. این برای رشد کانال خیلی مهمه. ممنونم. و در آخر متفاوت‌ترین اتفاق جام این که برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانی یک تیم کامل داور خانم‌ها یک مسابقه رو قضاوت کردن. تو کامنت‌ها نظرتون رو بنویسید و بگید که کدوم تعیین رو بیشتر از همه دوست داشتید.